چین برای ساختمان لوله گاز از ترکمنستان تا به قلمروش به تاجیکستان حدود 1700 نفر متخصص میفرستد. این متخصصان چینایی به ساختمان نقهای زیر آبی، راههای یاریرسان، لایحه کشی و ارزیابی صفت ساختمان مشغول میشوند. به این خاطر تاجیکستان به شهروندان چین 1690 کواتا و برای شهروندان خارجی که نیز به ساختمان این طرح مشغول خواهند بود 16 بورسیه جدا کرده است. جدا شدن بورسیه های کاری اضافی برای شهروندان چین طبق قرار حکومت تاجیکستان صورت میگیرد. این بورسیه های کار بر اضافه بیش از 4000 بورسیه دیگر است که تاجیکستان همه ساله به شهروندان چین میدهد. رئیس جمهور امامعلی رحمان و همتای چیناییش سی جین پین هنوز در آغاز سال 2014 در یک مراسم پرتنطنه ساختمان این لوله گاز را آغاز رسمی بخشیدند. اما بعد از این مراسم ساختمان لوله آغاز نشد. تأخیر در شروع این طرح که تاجیکستان از آن امیدواری های زیادی دارد باعث گمانزنی ها در مورد جدیت چین در قبال این طرح شد. عثمانعلی عثمانزاده وزیر انرژتیک و صنعت تاجیکستان روز 25 ایول به خبرنگاران گفت که ساختمان این لوله در تاجیکستان امسال شروع می شود. در همین حال برخی از تحلیلگران تاجیک میگویند تأخیر چین در ساختمان لوله گاز که به فرق از 3 خط دیگر کلانترین به شمار می رود به دلیل ارزان شدن نرخ مواد سوخت در بازار جهانی اتفاق افتاد. بر ضمن سود مالی ساختمان این لوله تاجیکستان را به یک کشور ترانزیت گاز تبدیل می دهد که البته برای تاجیکستان مقام و منزلت نو می بخشد. برای ساختمان و نگهداری منبع این لوله گاز که در قلمرو تاجیکستان 400 کیلومتر طول خواهد داشت، تاجیکگاز تاجیکستان و CNPC چین یک شرکت مشترک ساختند. تاجیکستان طریق این شرکت مشترک در دوام 32 سال 1 میلیارد و 248 میلیون دلار سود خواهد برداشت. با گذشتن این مهلت نصفی از انشاءات ساخته شده نیز مال تاجیکستان خواهد شد. بر زمین به هنگام ساختمان لوله حدود 3000 ساکن تاجیکستان جای کار پیدا میکنند. بنابر حساب‌های قبلی قیمت ساختمان لوله گاز که از حدود ناحیه‌های ترسونزاده، حصار، شهر نو، رودکی، وحدت، فیض‌آباد، نورآباد، رشت، تاجیک‌آباد و لخش می‌گذرد 3 میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد بود.